و علیکم السلام و Akajon, رحمت man الله و amin برکاته. دیروز یک برنامه تماشا کردم، برنامه سید مراد دولتوف. یک مراجعت کردن همون کس. من راستی به همون کس یک همچون یک شهروند جمهوری تاجیکستان یک خطاب کردنیم. akajon با آدمی که دزد است، غارتگر است، زیناکار است، خیانتکار است، حق مردم میخوره، آیا به همون نفر یک دست داده میشود؟ همون نفر همون سید مراد دولت از برادرها احتراماً خواهش میکنیم که همین سوال من به همون کس رسانین. آیا میشود در گرد شما نفری باشد دزد باشد دائم دزدی و غارتگری کنه، مردم کشی کنه، خیش تباربازی کنه و ما بیایم قطعا هم آدم یک دست شویم، یعنی که مقصد سیاستش دستگیری کنیم و همکاری کنیم؟ خیلی که شما منظورت از سید مراد دولتوف چی است؟ یعنی سید مراد دولتوف رفته است با رحمان دست و دست همین را در نظر دارید؟ من همون سید مراد دولتوف راستی من یک چند برنامه‌اش تماشا کردگیم. انا همچون یک آدم دانشمند اعترافش میکنم، قبول دارم. وقتی که آدم گفت که من قرآن میخونم الحمدلله مقصد تکیه به خدا دارم، وقتی که انسان تکیه به خدا کرد نباید که به یک طاغوت یعنی که به همون رحمانوف باید همون برآمده گپ نزنن. مقصد هر ظلمی که بالاش میبره و بالای تمامی کس ظلم آوردگی. من اخیرا برنامه همون برادر را گوش کردم، خیلی مایوس صحبت میکنن. من امیدوارم وای بدبختی رحمانوف البته ضرر شده همه آدمم رساندگی، لیکن با وجود ضرر رساندن وای باید ما منفعت های شخصی خودمون ای همه چیز بالا نمونه. گرامی بعضی چیزا را یعنی انسان ها بعضی عمل های را انجام میتین که دیگه اونها خودشون بخواهن نخواهن اسیر همون کار خودشون میشوند. وقتی که آدم پولدار شد پولش از خودش اسیر پولش میشود. اسیر پولش چخل زاید سعید گفتن که نرکی زندان میکنن، یه گفتن خپل کارخانه دارم نورا ما را میگیرن. اون همش هم گرفتن 29 سال هم ترمش کردن و برای خودش باور داشت. انا اگر همون وقتی که میفهمید نمیرفت خوب گرفتن میگرفتن همش سخت الاقل زندانی نمیشه. با همون خاطر سید مراد دولت فهم اول میگند که چیز چوره تا بگی بیار تاجیکستان، میگیری میبری تاجیکستان، بعد میگند که برو پیشوی ملت حمایت کن. تو نمیگوی ای پل مولد میترسید یا هر گپی که بگن دیکتات میکنن. فهمیدی؟ با همون خاطر بفهمی شما بعضی آدمایی بله که استاد جان، یک نکته دیگه در گپ زنم. تحقیر کردن در کار نیست. نه استاد جان، ما تحقیر ندارم، چون من اون کس احترام میکنم. تا حال احترام برای که آدم با سواد در جمعیت احترام نکنی خاک زمین میشه. باید قبول کنی این چیزا. فرق نداره ای دیگه دین بیچاره ای را دنیا. اسیر گرفتگیشن. اسیر به معنای که پول مول شفتگی، یعنی که اگر بخوای که یگان چیزا نگیره تو باید پیشوی ملت تعریف کنی، گپ زنی، گپ زدن میگیره دیگه. این قاعده حیات.